بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كلمة رد كفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والمعاصي كلها، أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. سوال: معنای توحید چیست؟ جواب: یقین کردن از ته دل به اینکه خداوند متعال یکی است و با زبان اقرار کردن به آن را توحید می نامند. سوال: انسان چی گونه بفهمد که خداوند متعال یگانه است؟ جواب: اولا انسان با عقل سالم به وجود خداوند و یگانگی او پی میبرد، چنان که با همین عقل بزرگترین دانشمندان، حکما و فیلسوفان قائل به وحدانیت خداوند متعال هستند. ثانیاً تمام پیامبران خداوند به اتفاق به انسانها درس توحید داده و خداوند را یگانه معرفی کردند که مثل او کسی دیگری نیست. سوال: آیا قرآن مجید به توحید دعوت داده است؟ جواب: بله. قرآن کریم به وحدانیت خداوند متعال دعوت کامل داده است، بلکه در دنیا تنها کتاب است که به طرف توحید دعوت می دهد، اگرچه قبلا در کتاب‌های آسمانی هم دعوت توحید بوده، اما الان آن کتاب‌ها را انسان‌ها تحریف یعنی عوض و بدل کرده سخن‌های برخلاف توحید در آنها گنجانیده اند. کتاب فرستاده خداوند متعال را تبدیل کردند. خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را برای اصلاح کردن و منتشر کردن توحید در دنیا فرستاد و کتاب خاص خیش قرآن کریم را نازل فرمود و در آن توحید خالص و واقعی را تعلیم داد. سوال: توحید از کدام آیات قرآن مجید ثابت می شود؟ جواب: تمام قرآن از اول تا آخر از درس و تعلیم توحید پر است. برخی از آن آیات اینها هستند: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یعنی معبود شما معبود یگانه است و بجز از او معبود دیگر نیست، بسیار بخشنده و مهربان است.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكیم. یعنی خداوند متعال گواه است که بجز از او معبود دیگری نیست و فرشتگان و اهل علم و همین گواهی را می دهند که او قائم کننده به عدل و انصاف است، بجز از او معبود دیگری نیست، او غالب و با حکمت است. همین طور آیات بسیار یگانگی خداوند متعال را تعلیم می دهند، مثل قل هو الله احد، بگو که خداوند یگانه است.